یه سری برندها هستن که رقیب سنتی همدیگن و تو بازار خودشون جزو کله گندهان. همیشه هم با هم رقابت دارن. مثل اپل و سامسونگ یا مکدونالد و برگر کینگ یا نایکی و آدیداس، ایکس باکس و پلی استیشن. اینا رقیبای اصلی همن، همیشه هم با هم رقابت دارن و این رقابتشون هم خیلی جذابه. یه سری دعواهای تبلیغاتی هم با هم میکنن، سر به سر هم میذارن توی تبلیغاتشون، هم دیگر رو میکوبن، این دست میذاره رو نقطه ضعف اون یکی، اون یه جور دیگه حالشو میگیره و از اینجور کارا. کلا دنیای برندا، دنیای کسب و کار از اینجور چیزا زیاد داره که بعضی وقتا این دعواهاشون هم بالا میگیره و جدی میشه و تبدیل به یه جنگ میشه، یه جنگ بازاریابی یا جنگ تبلیغاتی. پپسی و کوکاکولا هم یکی از همین برندان که رقیب اصلی و رقیب سنتی همدیگن تو بازار خودشون. توی این ویدیو داستان یکی از همین جنگاشون رو میخوام بهتون بگم که داستان خیلی جالب و جذاب و عجیبی داره که کوکاکولا رسما دیگه نزدیک بود نابود بشه، از بین بره. چطوری بوده این جنگه؟ همونطوری که میدونید کوکاکولا از پپسی قدیمی تره. همیشه هم پپسی توی بازار از کوکاکولا عقب‌تر بوده. یه موقع‌های خودشو نزدیک میکرده ها، ولی وقتی که به میزان فروششونو سهم بازارشون تو زمانهای مختلف نگاه میکنی، میبینی که پپسی همیشه عقب‌تر بوده. این به خاطر اشتباههای پپسی هم هستا. پپسی کلا توی تبلیغاتش اشتباه زیاد میکنه. مثلا تو یکی از کمپینای تبلیغاتیش یه سری اتفاق افتاد که 5 نفر کشته شدن. قبلا ویدیوشو ساختم، توی چنل هست، میتونید برید ببینید. آخر ویدیو هم میاد، لینکش هم میذارم توی دیسکریپشن. کلا پپسی اشتباه زیاد میکنه و همیشه از کوکاکولا عقب‌تر بوده. سال 1975 پپسی واسه این که بتونه به کوکاکولا برسه توی بازار و ازش جلو بزنه، میاد و یه حرکتی میزنه، یه کمپینی را میندازه که این کمپینش خیلی هم خلاقانه بود. مزیت اصلی پپسی نسبت به کوکاکولا توی مزه بود. خیلی‌ها میگفتن، هنوزم میگن که مزه پپسی از کوکاکولا یه مقدار بهتره. البته این سلیقه‌ایه ها، حالا کاری نداریم. پپسی اومد سال 1975 یه چالشی راه انداخت که نشون بده طعم و مزه نوشابه‌های پپسی از کوکاکولا خیلی بهتره. چطوری بود این چالشه؟ اینجوری بود که 2 تا ظرف معمولی که هیچ اسم و نشونه‌ای نداره، مثل لیوان یه بار مصرف و جلوی آدما میذاشتن و تو یکی از این لیوانا نوشابه پپسی رو میریختن، توی اون یکی کوکاکولا میریختن و به اون شخص میگفتن که این دوتا رو بخور، تست کن، ببین کدومش خوشمزه تره. آدما میخوردن و اونی که خوشمزه تر بود و انتخاب میکردن. بعد متوجه میشدن که اونی که انتخاب کردن پپسی بوده یا کوکاکولا، که تو اکثر موارد اونی که انتخاب شده بود پپسی بوده. این تبلیغ پپسی خیلی هوشمندانه بود، نشون میداد که طعم و مزه پپسی از کوکاکولا خیلی بهتره. این چالششون، این کمپینشون خیلی سر و صدا کرد. همه مردم میگفتن خب طعم و مزه پپسی از کوکاکولا بهتره و این به ضرر کوکاکولا بود و کوکاکولا باید یه فکری میکرد. تیم کوکاکولا، تیم بازاریابیشون دور هم نشستن که فکر کنن که چی کار کنیم، چی کار نکنیم، چطوری جمع کنیم این داستانو. الان دیگه همه مردم به خاطر مزه بهتر پپسی میرن سمت پپسی و این حرفا، که واقعا هم اینطوری بودا. یعنی هر ساله 1% از سهم بازار کوکاکولا داشت کم میشد و باید هم یه حرکتی میزدن، یه کاری میکردن. دور هم نشستن و یه فکری کردن. چی بود این فکره؟ این که بیان طعم و مزه کوکاکولا رو عوض کنن، اون رسپیشون، اون فرمولشون رو تغییر بدن و یه محصول جدید و خوشمزه تری رو بدن تو بازار. درست وقتی هم بود که نزدیک جشن 100 سالگی کوکاکولا بود. اومدن و همه نوشابه ها رو از توی بازار جمع کردن و یه نوشابه جدیدی رو دادن تو بازار به اسم نیو کوک. اون کوکاکولای قبلی جمع شد کلن، یعنی اگه میخواستی کوکاکولا بخوری باید این نیو کوکو میخوردی که مزه‌شو مثلا بهتر کرده بودن. دیگه خبری از اون کوکاکولای همیشگی نبود. کوکاکولا هم فکر میکرد که الان دیگه این محصول جدید رو داده تو بازار، همه مردم میگن به به این از پپسی هم خوشمزه تره، فروش محصولاتشون بیشتر میشه، پپسی هم شکست میدن،
هم توی طعم هم توی این دعوای تبلیغاتی. اما اینجوری نشد. این کار کوکاکولا تبدیل شد به یکی از بزرگترین اشتباهش تو کل تاریخ برندش. این کار کوکاکولا مردم و مشتریاشو خیلی عصبی کرده بود. مردم اصلا این کوکاکولای جدید رو قبول نمی کردن. مردم همون کوکاکولای همیشگی رو میخواستن. کوکاکولا اینو یادش رفته بود که درسته الان مزیت رقابتی پپسی مزه‌شه، ولی مزیت اصلی خودش اصالتشه. کوکاکولا اینو فراموش کرده بود. مردم مشتریهاش همون کوکاکولای قبلی رو میخواستن. با این کارشون فروششون که خیلی کم شد به کنار، اصلا مردم رو عصبی کرده بودن. مردم ناراضی بودن، اعتراض میکردن، تجمع میکردن. کوکاکولا 100 سال بود که وجود داشت. تو تمام این 100 سال هم مزه‌ش همین بود. مردم میگفتن که این کارشون یه جورایی خیانت به ماست. واسه مشتری و مصرف کننده اصالت کوکاکولا بود که مهم بود، نه مزه، که حالا مزه‌ش هم اونقدر فرقی با پپسی نمی‌کرد. یه وضع عجیب غریبی شده بود. گفتم مردم اعتراض می‌کردن، تجمع می‌کردن، زنگ می‌زدن به شرکت، به کمپانی، اونجوری هم اعتراض می‌کردن. خیلی از کسایی هم که شاکی بودن اصلاً تا حالا این کوکاکولای جدید رو تست نکرده بودن، ولی به خاطر این تغییره عصبی بودن. فروشش هم که گفتم به شدت اومد پایین. مردمم که اصلاً تحریم کرده بودن این محصول جدیدو. رسانه ها هم که هر روز فشار رو بیشتر و بیشتر میکردن. حالا تو این آشفته بازار پپسی هم بیشتر انگولک میکرد. میخواست استفاده خیلی بیشتری ببره از این داستان. یه حرکت خیلی خلاقانه هم زد و یه تبلیغ ساخت که 2 پیرمرد کنار هم نشسته بودن و یکیشون داشت کوکاکولای جدیدو میخورد ولی راضی نبود. میگفت که عوضیای لعنتی انگار کوکای منو عوض کردن، و اون یکی پیرمردم پپسی رو میده بهش و میخوره و میگه که این یکی خیلی بهتره. یه همچین چیزی بود این تبلیغه. پپسی هم داشت از آب گلالود ماهی میگرفت. وضعیت خیلی خراب شده بود. کوکاکولا باید این گندی که زده رو یه جوری جمعش میکرد. کم کم داشت به یه فاجعه تبدیل میشد. کمپانی تو بدترین شرایط خودش تو کل تاریخش بود. اگه داستان ادامه پیدا میکرد برند ضربه خیلی شدیدی میخورد. ضربه‌ای که هیچ جوره نمیشد جبرانش کرد و بالاخره کوکاکولا تسلیم شد. تصمیم گرفتن که خیلی سریع به همون فرمول و مزه قبلی برگردن و کوکاکولای قبلی رو دوباره به بازار برگردونن با اسم کوکاکولای کلاسیک. و الان تو بازار 2 کوکاکولا وجود داشت، نیوکوک و کوکاکولای کلاسیک، که اصلا کسی سمت اون نیوکوک نمیرفت. بعد از برگشتن به حالت قبلی دوباره همه چیز عالی شد. همه راضی بودن، همه پیغاما هم رضایت بخش بودن، همه اوکی بودن. و حالا این اتفاق یه شوکم وارد کرده بود و فروششون از قبلم بیشتر شده بود. این داستان کوکای جدید با این که یه شکست عجیب بود و داشت تبدیل به یه فاجعه می شد، اما کوکاکولا یه جورایی ازش استفاده هم کرد. اومدن گفتن که آقا ما فهمیدیم که شما کوکاکولای اصلی و قبلی رو بیشتر دوست دارین، ما هم به نظر شما احترام میذاریم و کوکاکولای کلاسیک رو دوباره میدیم تو بازار که به مردم بگه که ببینید ما چقدر به نظر شما احترام میذاریم و شما چقدر واسه ما مهمید. یه منتی هم گذاشت تهش. از طرف دیگه این اتفاق باعث شد که مردم بفهمن که چقدر کوکاکولا رو دوست دارن. یه جورایی جایگاه برند به مخاطب دوباره یادآوری شد و جایگاهش هم خیلی بهتر شد و بالاتر رفت تو ذهن مخاطب. این خیلی مهم بود. این اشتباه کوکاکولا بزرگترین و بدترین اشتباهش بوده تو کل تاریخ برندش به نظر من. دقیقاً چیزی رو تغییر داد که نباید تغییر میداد، چیزی که مزیت اصلیش بود. به جای اینکه بیاد و توی تبلیغاتش روی این مزیتش مانور بده، این اشتباهو کرد و نزدیک بود که کل برند از بین بره. درسته بعدش همه چی اوکی شد، بهترم شد حتی، ولی بزرگترین ریسک ممکن بود و یه جورایی شانس آورد. اگه دیر می جنبید معلوم نبود الان چه اتفاقی می افتاد. شما هم اگه الان میبینید که رقیبتون خیلی ازتون جلوتره، مزیت اصلی محصولتون یا کسب و کارتون رو پیدا کنید
و روش مانور بدین، مثل کاری که پپسی کرد. مزیت پپسی مزش بود و طوری روش مانور داد که کوکاکولا رو مجبور کرد که این اشتباهو بکنه. گفتم اگه دیر می جنبید کلاً نابود میشد. تو دنیای برندها و کسب و کار از این مدل اتفاقا زیاد میفته. از این بازی‌های تبلیغاتی، دعواهای تبلیغاتی زیاد داریم که هم خیلی جالب داستانشون، هم میشه چیزای زیادی ازشون یاد گرفت. بازم از این مدل ویدیوها میسازم حتما. اگه از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره که حتما لایکش کنید و اگه هم دوست داشتین نظرتون رو در مورد این داستان توی کامنت ها واسه هم بنویسید. این ویدیو همینجا تموم میشه. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو اومدین. اگه به دنیای برندها و کسب و کار علاقه‌مندی یا کسب و کاری داری، فرقی هم نمیکنه کسب و کار دیجیتال باشه یا سنتی، یا اگه فعالیتی میکنی تو فضای دیجیتال، ویدیوهای چنل خیلی میتونه کمکت کنه. سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. مراقب خودتون باشید.